امشب شب قدر من اگه اجازه بفرمایید با مقدمه در رابطه با شب قدر عرایزم رو شروع بکنم. اینکه این سه شب 19 21 و 23 همونطور که بارها عرض کردم مثل انتخاب واحده، یعنی احیای 19 شب قدر 19 شما اون حاجاتتون رو میخواید، 21 حذف و اضافه است و 23 تسجیل مسجل میشه. خب متاسفانه ما یه خورده دین رو وارونه فهمیدیم، یعنی اون هندسه کامل دین رو وقتی متوجه نمیشیم یه جاهایی بیخود درگیر بیش از اندازه، و الا حتما باید احکام و اون اصول رعایت بشه، در این شکی نیستش. ما دوچار صوفیگری نیستیم، منتها بعضی موقع‌ها این قشریگری باعث میشه که ما از یه اصلی باز بمونیم. در اعمال شب 23 داریم من احیا هاتین اللیلتین، هر کسی این دو شب رو احیا نگه داره، شب زنده داری کنه. به چی؟ به مذاکرت العلم فهو افضل، بحث علمی بکنه، این خیلی فضیلتش بیشتره تا اینکه شما مثلا بگی آقا سوره رومو گفتن بخونید، حتما بشینید تون سوره رومو بخونی، یا سوره دخانم گفتید تون قلقل کنی، عربی همینطور پشت سرم بخونی، هیچ هم نفهمی. ببینید این که اون سوره ها باید خونده بشه خودش موضوعیت داره، اصلا در این هیچ شکی شما نداشته باشید. این اصلا ما اینو نفی نمی‌کنیم، منتها این کمترین برداشت، حتما اون یه اثر وضعی داره که عقل ماها قد نمیده که چرا حالا این سوره انتخاب شده، اما حتما مضامین خدمت شما عرض بکنم سوره مد نظره، حتما یه اشاراتی در اون سوره هستش و وقتی میید نگاه میکنید میبینید عجب سوره های اشاره شده که اینا برید بخونید، اینا در مورد چه میدونم سماوات صحبت شده و میگه خب اینا چه ربطی به شب قدر داره. من تمام سخنرانی چیزام عرض کردم خدمتون برای احیا نیمه شعبان، عرض کردم گفتم من یکی از علاقم نجومه. برای چی؟ برای اینکه واقعا آدم وقتی در حوزه نجوم مطالعه میکنه، در حوزه کیهان مطالعه میکنه، واقعا حقیر بودن خودشو میفهمه، یعنی به معنی واقعی کلمه اصلا میفهمه هیچ چی نیست، میفهمه در جهل، میفهمه اصلا این قسم‌هایی که این 150 تا آیه‌ای که حالا کمتر بیشتر در مورد سماوات و نجوم هست برای چی، این همه سوگندهایی که خدا خورده برای چی، ما دچار یه وهمی. و اینم فراموش نکنید میفرماد الا آگاه باشید لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، هیچ آگاه باشید نیست خیری در قرائتی که در اون تدبر نباشه. جسارتا این رو معصوم برای کی فرموده؟ برای عربا فرموده، یعنی اونا همین تو قرآن میخوندن میفهمیدن. پس این تدبر فرقه، بگه ما الان ته این برداشتی که از این میکنیم که منظوره که ترجمه آیات هم بخونید، اصلا این نیست. اون کسی عربه متوجه میشه همینجوری قرآن داره میخونه، و این روایت هم خطاب به اعراب بوده، اون کسی که پا منبر معصوم نشسته بوده یه عربی بوده که میفهمیده هم قرآن میخونده، انگار ما داریم کتاب فارسی میخونیم. چی داریم میفهمیم؟ خیلی در نیست که در اون تدبری نباشه. ما دو مرحله یعنی باید انجام بدیم، یعنی اول بفهمیم چی داره میگه، بعد فکر کنیم تو این آیات. چه بسا آقا میگم ما رمضان بشینید قرآن رو مثلا یه دور بخونید، خیلی خوبه، این عالیه، اما والا شما یه سوره رو درست بخونی بفهمی افضله، فهو افضل. یه بحث علمی درست برای شما جا بیفته. اگر ببینید طرف میاد 60 سال عبادت میکنه، 70 سال عبادت میکنه، 50 سال عبادت میکنه، کمتر بیشتر قاتل امیرالمومنین میشه. این همه عبادت میکنه، میره سر یه مؤمن یا مسلم میره جا پیدا میکنه سر میبره. این یعنی پشت سر این فکر نبوده، پشت سر این بحث علمی نبوده، که این تبدیل شده به یه موجودی که بدترین، که عرض کردیم بارها، قرآن میفرماد بدترین و بدبختترین موجود اون کسی که فکر میکنه داره کار درست میکنه، کار درست نمیکنه. این خطره. امشب شب قدر ما، بعد یه خورده حالا صحبت کنم بریم جلو و بحث دیشبونو پیش بریم، یه سری مسائل برامون جا میفته، یه کمی ما بیایم فکر بکنیم، یه سری تدبر بکنیم، تفکر کنیم روی زندگی خودمون، رو اهدافمون، رو اصلا برای چی داریم زندگی میکنیم، چی میخوایم از این زندگی. خب حالا اینقدر عمرمون گذشت، خب که چی؟ به کجای دنیا برخورده؟ چه اهمیتی داشته بود و نبوده ما؟ خب بعدش رو میخوایم چی کار بکنیم؟ که معمولا اینو به شما بگم که حالا کسایی که تو سن و سالمان بعدش با یه سرعت بسیار بالاتری خواهند گذرد، اصلا متوجه نمیشید. خوش بالون کسایی که الان مثلا چه میدونم بین 10 و تا 20 دارن صحبت من حرف، نهایتا بین 20 تا 30 دارن حرف منو گوش میدن، بعد 30 که اصلا دیگه متوجه نمیشه، مثل باد میگذره، درگیر زندگی و بچه و کار و شغل و مشغله و نمیدونم چیزا میشه، اصلا متوجه نمیشید که این عمر شما گذشت.
فلذا ما فکر کنم شب قدر آقا بودو اون 100 رکعت نمازه رو خوندی، مثلا اون چند تا سوره رو خوندی، آقا من عقبم نمیدونم فلان شده. مسابقه این چیزا نیستش که عزیز من. حقیقتا بحث بر سر اینه که باید چیزی فهمیدی یا نه. یه آیه قرآن بخون بفهم، یه حدیث رو جلو چشت قرار بده بگو من به همین میخوام عمل کنم، خدا همین قدر من قرار بده. خب این خیلی ارزشمندتره تو حالا مثلا طرف بشینه مثلا یه جز قرآن هم امشب بخونه، اصلا 10 جز قرآن بخونه امشب. و اگه قرار به همین قلقل عربیش باشه خب یه نوار بذارید همونجا بخونه دیگه، شما همونجا با گوشت بشنو. این اقل برداشته، این کمترین برداشته. برای شما روایت خوندم، 2 تا روایت خوندم، نه خودم دارم میگم. فلوز امشب اگه میخوای دعایی هم بکنی، خواسته میخوای داشته باشی، مبتنی بر عرایض دیشبم بهترین خواسته اینه که بابا دعایی بخوایم که جامع همه دعاهاست، اونم ظهور امام زمان عجل الله، که اگه او بیاد همه مریضا درمان میشه. اگه اون اصلا جهل برطرف میشه. مردم درگیر جهلن، مردم درگیر نفهمیان تو دنیا، مردم مستضعفن، مردم به زور ضعیف نگه داشته شدن تو دنیا. فشاری که این رسانه ها دارن میارن که مردم رو جاهل نگه دارن. همه حرف همینه آقا ما امشب دوری از تعلقات این دنیا رو خوام. دیشب چه عرض کردم؟ دیشب گفتم آقا روح متمرکز میشه بر هر آن چیزی که تو این دنیا تو بهش فکر میکنی. اگه تو این دنیا به آخرت فکر کردی، انقدر راحت جان کندن آسانه. شوق کودک به پستان مادرش، این که امیرالمومنین میفرماد، مرگ برای من از اینم شیرین‌تر و بهتره. منتها کسی که تعلقاتش دنبال خونه و ماشین و نمیدونم حب جاه و مقام و شهوت جنسی و این چیزا، این پدرش در میاد. 3000 سال میبینی درگیر اون میز ریاستشه. حالا من نمیدونم اون سالاش هم، چون اینجا زمان کاملا نسبی است، خب چجوری میخواد محاسبه بشه. تو جهنم برزخی فقط متوجه این صندلیش، متوجه 4 تا طرفدار، متوجه 5 نفرن که بهش رأی دادن، متوجه تریبون مجلسه، متوجه نمیدونم خدمت شما عرض بکنم زن و بچه و هر چیز دیگه که تعلقات همسر رو، حالا میگم زن و بچه همش مردانه نگاه نکنم، شوهر و فلان، نه اینکه اینا رو دوست نداشته باشه، عرض کردم اینا باید در راستای اینا پول خدا داده برای خدا خرج کنی، بچه‌تو درست تربیت کنی در راه خدا، زندگی تشکیل بدی برای خدا، خانواده درست، اینه زحمت بکشی برای هدایت این خانواده. این شبات اینا رو خواست و الله خواستای همین شبای ما باز تعلقات دنیوی.